بیننده ارجمند سلام، عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. طی چند دقیقه شما را با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. صبح سه‌شنبه 9 اکتبر بخیر و شادی باد. امیدوارم صبح این روز را با طبع خوش و بالیده آغاز کرده. با اطلاع آژانسی باد هواسنجی روزانه هوای دوشنبه 17 درجه گرمی خواهد داشت. باریدن باران هم در دوام روز پیش بینی می شود. هرچند در منطقه های بلندکوه کشور الکی برف نخستین در این سال بارید. هوای شهر پراگا پایتخت جمهوری چخیا که اداره مرکزی رادیو آزادی اینجا قرار دارد پر از مه یا خود تمن بوده همگی 6 درجه گرم است. نخست شروع کنیم از آن که دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت بررسی پرونده دلاور گولوف پسر شیرالی گولوف سابق وزیر انرژتیک را شروع کرده است. وکیلان مدافع دلاور گولوف میگویند او هنگام بازداشت و حبس پیشکی مورد شکنجه قرار گرفته است. پسر سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان در لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده یک کارمند پلیس گمان برداشته می شود. ابوبکر قلماتوف وکیل دفاع دلاور گولوف میگوید در کرسی ایداری دلاور گولوف تنها است و پرونده علیه 3 رفیقانش قطع شده است. به قول او مرافعه دومی دلاور گولوف روز 8 اکتبر باید برگزار می شد، اما بنابر سبب نآمدن جانب جبر دیده به مرافعه آن به روز من بعد موقوف گذاشته شد. وکیل مدافع دلاور گولوف افزود علیه زیرحمایه‌اش با قسم 3 ماده 237 کدکس جنایی یا اوباشی در حالت خوفناک پرونده باز شده است. از روی این اتهام به گولوف تا 7 سال زندان تهدید میکند. اما وکیل مدافع دلاور گولوف با بیگناهی او اصرار کرده میگوید زیرحمایه‌اش مورد شکنجه قرار گرفته است. با گفته وکیل مدافع فعلا وضع سلامتی دلاور گولوف در بازداشتگاه خوب بوده، مرافعه‌اش نیز کشاده برگزار می شود. حادثه لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده کارمند ریاستی مبارزه با جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلاور گولوف شام 8 ایول رخ داد. در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه پسر وزیر سابق با افسر میلیسا دلشاد نرزولازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شدند. جنجال میان گولوف و نرزولازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. طبیبان شفاخانه قریه بالا گفته بودند در این مناقشه استخوان بینی نرزولازاده شکسته است. و بیننده ارجمند اینجا رو آوریم به خبر دیگر. مقامات تاجیکستان همراه با همتایانشان از ازبکستان با پاککاری منطقه ها از مینا در مرز دو کشور شروع کردند. کارهای مینروبی در نوبت اول از قطعه های مرزی در حدود ناحیه پنجکنتی ولایت سوغد تاجیکستان که با سمرقند ازبکستان هم مرز است شروع شده است. ازبکستان سالهای 1992 با ادعای جلوگیری از خوف عبور جنگجویان گروه‌های افراطی حرکت اسلامی ازبکستان از مرز قسمتی از سرحد را با تاجیکستان مینکاری کرده بود. تاشکند آن زمان میگفت که از ورود نیروهای مخالفان ازبک به رهبری جمعه نمنگانی از افغانستان به وادی فرغانه نگران است، ولی در اکثر خبرهای رسمی ترکیش مینه و قربان شدن از آسیب دیدن مردم سخن از ساکنان محلی، کودکان، چوپانان و دیگر افراد ملکی می رفت. ساکنان برخی مناطق تاجیکستان دهشت ترکیش مینه و پیامدهای آن را از سالهای 1990 زمان جنگ 5 ساله شهروندی و بعد آن شاهد شدند. با اطلاع مرکزی ملی ضد مینه های تاجیکستان در 20 سال اخیر در منطقه های مینه کاری شده کشور که عمدتاً در مرزهای تاجیکستان واقع هستند 374 شهروند کشته شده، حدود 500 نفر دیگر جراحت ها برداشتند. خبر دیگری که هم در دست داریم از ازبکستان است. روز دوشنبه پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با سفر رسمی به فرانسه تشریف آورد. این اولین زیارت رهبر این کشور آسیای مرکزی از مملکت عضو اتحادیه اروپا می باشد. کارشناسان بازدید دیروزه رهبر ازبک را ادامه کوشش‌های بهبود روابط ازبکستان با ممالک غرب می‌نامند. در ماه می امسال میرزیویف با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ هم دیدار و گفتگو داشت. دفتر مطبوعات میرزیویف نوشته است که در فرانسه رهبر ازبک با پرزیدنت این کشور ایمانوئل ماکرون اعضای حکومت و حلقه‌های مالی و اقتصادی امکانی تحکیم همکاری‌ها را بررسی می‌کند. در عرفه سفر میرزیویف وزارت کارهای خارجه ازبکستان هم اطلاع داد که سر از 5 اکتبر شهروندان فرانسه می توانند بدون ویزا برای 30 روز وارد ازبکستان شوند.
شهروندان دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا حال چنین حق نداشتند. و بگذاریم به خبر از تاجیکستان. هند به تاجیکستان 20 میلیون دلار کمکی به بازگشت ارائه میکند. در این باره روز 8 اکتبر در پایان ملاقاتی پرزیدنتان تاجیکستان و هند امامعلی رحمان و شری رام نات کوویند اظهارات پخش شد. در نتیجه گیری از این ملاقات وبسایت پرزیدنت تاجیکستان گفت که کمکی به بازگشت هند به تاجیکستان به خاطر تطبیق لایحه‌های رشدی از هر دو جانب معین شده تقدیم می شود. اینچنین در جریان سفر رهبر هند به تاجیکستان چند سند همکاری هم امضا شد. پرزیدنت هند روز 7 اکتبر وارد دوشنبه شده بود و در جریان مذاکرات با پرزیدنت تاجیکستان مسائل همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با تهدیدهای مثل تروریسم، بنیادگرایی دینی، اکستریمیسم و افراطگرایی به صلح و امنیت منطقه و جهان را بررسی کردند. بیننده ارجمند، نوید بامدادی را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. 10 روز بعد مرگ مرموز یک پادپالکونیک میلیسا در ولایت ختلان، مقامات تفتیشاتی این فرضیه را مورد سنجش قرار دادند که ظفر سفروی 49 ساله میتوانست در پی مشکلات روانی دست به خودکشی زند. تفتیش پرونده را دادستانی ناحیه وخش ادامه می‌دهد و در چهارچوب این تحقیق چند همکاری سفروف نیز بازپرسی شدند. مقامات میگویند تفتیشات تا امروز مشخص کرد که در مرگ سفروف علامت‌های زورآوری یا خشونت دیده نمی‌شود و ظاهراً این حادثه خودکشی بود. جسد پادپالکونیک میلیسا ظفر سفروف که معاون رئیس جمعیت اتحادیه اتومبیلشیان ناحیه شهر توس هم بود، در آخر سپتامبر در شاخ درخت چهارمغز حولیش در جماعت به نام رودکی ناحیه وخش آشکار شد. در اداره تشخیصی دادگاهی ولایت ختلان به رادیو آزادی گفتند که ظفر سفروف خودکشی کرده است، اما تا به حال سبب‌های خودکشی پادپالکونیک معلوم نیست. بگذاریم به خبر دیگر. مخالفین مسلح سوریه روز دوشنبه سلاح‌های سنگین را از خط جبهه ولایت ادلیب بیرون آوردند. این تحولات در پی سازشی بین روسیه و ترکیه عاید تأسیس منطقه‌های غیر نظامی به وقوع پیوست. در این منطقه اکنون تنها گروهی مسلح باقی میماند که انقره از آن پشتیبانی میکند. آنها به نظام آتش بس در این ناحیه نظارت خواهند کرد. سازشی ماه گذشته از حمله نیروهای حکومت و شریکانش به ولایت ادلیب جلوگیری کرد، در حالی که دمشق میخواست ولایت را به هر قیمتی باشد تحت نظارت بگیرد. رهبران جهان و سازمان ملل متحد هشدار دادند که حمله به ادلیب منطقه دارای بیشتر از 3 میلیون اهالی به فاجعه بشری میرساند. ایالات متحده آمریکا آن زمان ارتش اسد را هشدار داده بود که در صورت استفاده مواد کیمیایی مورد حمله قرار خواهد گرفت. بیننده ارجمند رو آرم به خبر دیگر. شب 6 اکتبر روزنامه‌نگار تحقیقاتگر و برنده تلویزیونی TVN ویکتوریا مارینووا در شهر روسی بلغارستان کشته شد. جسد روزنامه‌نگار 30 ساله را در باغ پیدا کردند. با معلومات پلیس روزنامه‌نگار را پیش از قتل لاتوکوب تجاوز و سپس بوغی کردند. مقامات میگویند که کشتار به فعالیت او ربط ندارد. با اطلاع نشریه پلیتیکا، روزنامه‌نگار با همکاران خود خرج پول‌های را تحقیق می‌کرد که اتحاد اروپا برای بهبود انشاءات زیربنایی جدا کرده بود. با گفته روزنامه‌نگاران از 30 تا 40% پول‌ها دزدی یا به رشوه صرف شده است. رهبر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات گرلم دزیر گفت که از قتل روزنامه‌نگار تکان خورده است و خواستار سنجشی موشکافانه این واقعه شد. بیننده ارجمند، در برنامه قبلی بسیاری ها از ما در مورد قرب اسعار پرسان شده بودند. خدمت شما عرض کنم که بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی امروز 9 اکتبر $1 آمریکایی 9 سوم و 42 درم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سوم و 80 درم تبدیل می شود. 1000 روبل روسی باشد به 140 سومانی برابر است. اینجا رسیدیم به پایان اخبار بامدادی رادیو آزادی. استراحت خوبی داشته باشید.